همه ما میدونیم که ماینکرافت یه گیم مکعبیه، اما چی میشه اگه دیگه مکعبی نباشه؟ توی این ویدیو من یه مادپک روی ماینکرافت رو نصب کردم که باعث میشه دیگه ماینکرافت اصلا مکعبی نباشه. مثلا این نمونه عجیبیه رو اینجا می‌بینید. آره یه لگه سوسا فهمش نشه و بریم مطلعی بریم سراغ ویدیو. Let's go. اوکی، وقتی بالاییم همه چی به نظر عادی میاد، اما وقتی بیایم پایین همه چی خیلی زیادی غیر عادی میشه. اوکی، من هدفم اینه که داخل ویدیو زنده بمونم، همینه. یکم موقعیت 3-4 دقیقه فقط داخل یه مچ زنده بمونم، همین، فقط به خدا همینه. چیز دیگه از این دنیا نمیخوام من، چون که با وجود یه همچین چیزی واقعا وین کردن به اضافه این لگ خیلی سخته. اوه ماریس بلک، من اینو نمیزنم آقا، نامردی، من اینو نمیزنم. این داشت اون یوتیوبر داخل مارستریکس کرد بیرسن بود که حالا داخل چند قبلیم اگه برید ببینید برید اصلا دعوت شده بودم و اصلا به خفنم، ولی به دلایلی به پایان رسید. حالا کسایی که سابسکرایبر چند قبلی هم هستن الان هم سابسکرایب کردن. اوکی، یکی خودش منو بزنه، من نخواستم بزنم شدی خودش منو بزنه. همه یه عرض سلام بهش بکنم بدونه داره با کی بازی میکنه. اوکی، هم خودم مردم هم مرد. لگ با چرا لگ میخورم من؟ پشمام دارمش. اوکی بابا مردم دیگه مردم. بیاری داداش من اومدی؟ چرا اومدی؟ تو چرا اومدی؟ اوکی من نمیتونم بزنمش. چرا اینقدر دمیج میده؟ آیرن سورد what the وای در رو فقط در رو فقط کافیه. از این منم گره بیاد نگه رسمان دهنم سرویسه. بابا بکش بیرون از ما دیگه. بابا تارگت تا چه حد؟ اوی بابا بذار میخوام برم پایین جون ننت. نه آخه چرا تارگت میکنید؟ اوکی من اول مش قبلی هم گفتم من هیچ انتظار وینی از اون مش نداشتم، اونم با اون شدت از لگ. اولی که هنوزم لگم و ناموسن این چیه؟ چرا من یه بلاک میکنم 100 تا بلاک کنده میشه. حالا این مادپک مخصوص بدوارز نیست، برای همین خیلی بدوارز چالنجی نمیکنه خیلی آنچنان، ولی برای سروایول به شدت دیگه این مادپک چالنجی میشه. و حالا اگه سروایول پلیری میتونید این مادپک رو تست کنید. اینم گفتم من، ولی لینک مادپک هم داخل سرور دیسکورد هم مثلا این گفتم که کات مهم تیکر، اگه نگفتم که هیچ. اوکی نوسم بخوره بهش من اصلا عوض بکنم نخوام نمورد بنام که رفت لگم که هستم. اوکی نه کشتمش چیزی. اوکی باید برم میدل خیلی سریع به شدت سریع بفهمونم از استقبال گرما. خدا نگهدار شما.
نه هر کاری داره میخواد نکنه. واسه من برم اول وسط تر لگم ماشالله شدید هستم، خیلی شدیدم لگم. وای بادو چون ننت برو. دنبالم رو نیافته رو خدا. پینک ماشالله همه جا رو رفته کاوش کرده. گو خوردم همینجاست. پینک بابا نامردی دیگه خدایی. از این ویدیو ما میتونیم یه درسی بگیریم که به هیچ وجه نباید به ادوارد رو غیر از حالت مکعبیش پلی داد و فقط باید به صورت مکعبی عادی ماینکرافت پلی داد، نه این شکلی. اصلا نباید تستش کنید. آره خوشحال شدم که این ویدیو رو دیدید. لاک سابسکرایب فراموش نشه. لینک پک داخل سرور پک میگم وای تو وات لینک مود پک داخل سرور دیسکورد و برو بای بای.